أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمه و تفسیر مختصری سوره فاتحه به زبان فارسی. سوره فاتحه را فاتحه می نامند به خاطری که افتتاح قرآن به این سوره شده و همچنان نماز به این سوره افتتاح می شود و سوره صلات هم میگن به خاطری که نماز بدون این سوره درست نیست. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و نامه های دیگری هم بر سوره ذکر میکنن. مقامی تفصیل نیست، مختصر باید ذکر کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عده‌ای از علما بسم الله را جزئی از آیتی سوره فاتحه میدانند. اگر بعضی از مصاحف دیده شود بسم الله الرحمن الرحیم رقم اول، یعنی آیت اول رقم میدهند و عده دیگری جزئی از آیاتی سوره فاتحه نمیدانند. به هر صورت اگر جزئی آیات هم بدانیم در نماز قول راجع است که سوره بسم الله الرحمن الرحیم خفیه خوانده شود. اگر جهرا هم خوانده شود این کار نمیشه. احادیث صحیح عباره هم آمده، لکن اکثر احادیث بیشتر و قویتر بر سر بودن دلالت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله به نام الله تعالی شروع میکنم. به نام الله شروع میکنم. کدام الله؟ از جمله نامهای الله الرحمن، جمله صفاتش و نامهایش الرحمن، ذاتی با رحم است، مهربان است، رحمتی عام دارد بالای همه مخلوقات. الرحیم مهربان به رحمت خاص، رحمتش بالای بنده های ویژه و مخصوصی است. الحمد لله رب العالمین. الحمد همه ستایش، الحمد همه ستایش میگه، ستایش، حمد، مدح، ثنا لله مخصوصی الله تعالی است، یا همه ستایش مستحقش الله تعالی است، لام بر استحقاق. رب العالمین، امی الله رب العالمین است، صفت شمیز که پروردگار عالمیان است. یا الله پروردگار عالمیان است. عالمین جمع عالم. عالم یعنی جهان، میگه جهانهای مختلفی در دنیا و آسمان، یعنی در آسمان و زمین است. عالمی انس، عالمی جن، عالمی ملائکه، عالمی پرنده ها، عالمی حیوانات، عالمی جمادات، عالمی یعنی حشراتی که در زندگی میکنن، اینها عالمی مستقل دارن. پروردگار تمامی عالمین الله تعالی است. الله تعالی پرورش میکنه، الله تعالی تربیت میکنه این مخلوقات. رزق و روزی قبل از رزق و روزی اینها را آفریده، باز رزق و روزی از اینها را برابر میکنه. طریقه زندگی را برشان نشان داده، چطور زندگی کنن، کجا بخوابن، چطور خانه به خود آماده کنن و جاهایی که مثلا بعضی از حیوانات است جاهای گرم زندگی میکنن، در یک موسوم دیگری جاهای سرد زندگی میکنن. امیر الله تعالی طریقه زندگی را برشان نشان داده و باز امی چیز برشان آماده کرده، امی موسومه و امی زمینه و امی جا را برشان آماده کرده الله تعالی.
همچنان آسمان در مخلوقاتی که در آسمان زندگی میکنه، ملائک و اینها، الله تعالی همه چیز برشان برابر کرده. و این ذات وقتی که پروردگاری عالم بوده باشه، عالمین، پس این ذات مستحق است که حمد و ثنا برش مخصوص قرار داده شود و این مستحقی حمد و ثنا بوده باشه. اول ذات معبود بود، کسی که معبود بوده باشه یعنی الله معبود گفته میشه، یعنی پرستش میشه. ذات مستحق است که حمد و ثنا برش گفته شود. و دوم این پروردگار است، پروردگار که بوده باشه این هم مستحق است، این هم دلالت به این میکنه که حمد و ثنا بر مخصوص بوده باشه. الرحمن الرحیم دیگر ذات صاحب رحمات است. الرحمن رحمت عام داره، رحمت شامل همه مخلوقات است، حتی رحمت شامل کافر هم است. کافر خلق کرده، رزق روزی برش میتیه، زندگی دنیا را برش راهنمایی کرده، نشان داده. البته این دلالت به دوست داشتنی کافر نیست، این رحمت عامی الله تعالی بالای همه، حتی بالای شیطان هم است. رحمت عامی الله تعالی شیطان خلق کرده، شیطان زندگی که در دنیا میکنه، چه طریقه زندگی کنه، همه یه زیر الله تعالی برش راهنمایی کرده و نشان داده و در ملک الله تعالی زندگی میکنه. یعنی از رحمت عام که بالای مخلوقات بوده باشه، از این یعنی دلالت دانسته نمیشه، یعنی دلالت نمیکنه که این مخلوق الله تعالی خلق دوست داشته باشه. الرحیم که رحمتی مخصوص داره، اما رحمت مخصوصی الله تعالی بالای بنده های خاصش می باشد. رحمت مخصوصی الله تعالی چی است؟ اسلام است، ایمان است، قرآن است، رحمت انبیا است، پیامبران الله تعالی به اینا ایمان آوردن. این رحمت های مخصوص جنت است، این رحمت مخصوص برای بندگانی مخصوص و بنده های که الله تعالی اونها را برگزیده به ایمان، مخصوصی از اونها این باشه. وقتی که این ذات صاحب رحمت بوده باشه، رحمت عام و خاص، پس حمد و ثنا را مستحق است. بجز عزیزات کسی دیگری مستحق حمد و ثنا است. مالک یوم الدین همچنان پادشاهی روز جزا است. الله تعالی پادشاهی روزی دنیا و آخرت هر دو است. اینجا تخصیصی روز جزا را، روزی حساب به خاطر داده که دو روز کسی ادعا کرده نمیتونه، همه ادعاها از بین میره. اگرچه در دنیا ادعاها است، یعنی از لحاظ شرعی هم ادعا کرده میتونه که انسان که من مالک این زمین هستم یا مالک خانه هستم جای دیگری، پادشاه ها است در زمین که ملوک برشان لقب داده شد لحاظ شرعی هم. لکن همه این چیزها در روز آخرت، حتی ملکی شخصی هم که داشته باشی در زمین، همین ملک در اونجا دعوا کرده نمیتونی، همه دعواها از بین میره اونجا، آوازها پس میشه، خاموش میشه. پس این ذاتی که مالک است این مستحق حمد و ثنا است. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو را عبادت میکنیم. وقتی که ذاتی که مستحق حمد و ثنا است، مستحق عبادت هم امی ذات است، پس باید ما اعلان کنیم، واضح و آشکار اعلان کنیم که یا الله خاص تو را عبادت میکنیم، ایاک خاص تو را نعبد و عبادت میکنیم، و ایاک نستعین و خاص از تو کمک طلب میکنیم و خاص از تو مدد میخواهیم. عبادت انواع زیاده داره، نماز عبادت است، روزه عبادت است، زکات عبادت است، حج عبادت است، طواف عبادت است، نظر عبادت است و همچنان خوف و امید و اینا همگی عبادت است. این عبادات هم مخصوصی الله تعالی میگردانیم. اگر کسی دیگر در این عبادات همراه الله سهیم ساختیم، باز ما مشرک میشیم، با عابد بری الله تعالی نیستیم. و ایاک نستعین و خاص از تو کمک میخوایم. کمک اگر در ما دونی اسباب، یعنی ما تحت اسباب بوده باشه، از مخلوق درست است، مانندی کسی از کسی طلب میکنه که به ما آب بتی، آب بنوشان، یا پیسه قرض طلب میکنه یا پیسه کمکی طلب میکنه، در توانش هست میتیه، اما آنچه که در توانش نیست، مثلا میگه به من پسر بتی، به من رزق روزی بتی، رزق روزی بتی، طلب میکنه که رزق روزی مره، رزق روزی را الله برات آماده میکنه.
سه چیزا را به جز الله از کسی دیگری خواسته نمیشه، طلب کرده نمیشه. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله اینجا آمد جای طلب. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا هدایت بکو ما را، راهنمایی بکو یا الله به طرف الصراط المستقیم. الصراط را میگه المستقیم، راهی راسته. راهی راست چی از اسلام است. و انک لعلی هدى مستقیم و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. پس از الله طلب میکنی که ما را بر راه اسلام و راه هدایت و راه ایمان استقامت بتیم. می راه درست تا آخر الله تعالی مرا قائم بسازه و به همین عقیده از دنیا برم، مانندی که یوسف علیه السلام در دعا میگه توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت. این صراط مستقیم مردمی بودن که دیگه صراط مستقیم قبل از ما رفتن. بله یعنی دوستای دیگری بودن، مردمی دیگری بودن که قبل از ما سبقت کرده، ما را به امو نقش قدمی از اونها توفیق بدی که با نقش قدمی از اونها بریم. صراط الذین انعمت علیهم، راه آنانی که تو بالاشان انعام کردی. اونها پیامبرا بودن و صدیقین که در رأسی از اونها حضرت ابوبکر صدیق و شهدا، در رأسی از اونها عمر رضی الله عنه و عثمان و علی و غیر صحابه که شهید شدن و مسلمان های دیگری، و صالحین، جمله از صحابه کرام و صالحین بعدی، تابعین و تبع تابعین و هر کسی که مطابق اسلام زندگی درست میکنه او از جمله صالحین است. الله تعالی را طلب میکنه که ما را با اینها هم دیوال بساز، همراه بساز. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. امی انعمت عليهم اینها را غضب الله بالاشان نمی باشه و نه اینا از جمله گمراهان هستند. یک تفسیر امیر قمیس. تفسیر دیگه غیر المغضوب علیهم، نه راه آنانی که بالاشان غضب شده، ولا الضالین، و نه راه کسانی که گمراه هستند. مراد از مغضوب علیهم یهود هستند که میدانستند و به دین عمل نمیکردند. غضب الله یعنی بسیار سخت و قهری الله بالایشان است. ولا الضالین، و نه راه گمراهایی که نمیدانستند عمل میکردند. مراد نصارا بودن. الله تعالی از راه هر دوی از اینها راه منحریف از راه گمراهی است. ما را نجات بتیه و برای اهل هدایت و منعم علی انعمت علیهم، کسایی که بالاشان انعام شده، برای آنها الله تعالی ما را سوق بدهه. و در آخری سوره فاتحه آمین گفته میشه. اگر در نماز انسان باشه با آواز بلندتر بگه، روایت راجح امیست، اگر پست هم بگه هم درست است. آمین به معنای عزیز که الله یعنی دعای ما را قبول بکن. سوره فاتحه خودش دعاست، پس در آخر یعنی مهری قبولیت از الله طلب میکنی که می دعای ما را الله تعالی قبول کنه. بارک الله فیکم.